با نام خدای یکتا، سلام. من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی خودتان. خدا کند در هر گوشه دنیا باشید، پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار و هموطنان عزیزی در داخل تویشان هستند خوش و خندان، لبخند بر لب داشته باشند. دوستان عزیز، به شبکه ما سر بزنید، شبکه ما رو دستگیری کنید و به کانال ما ابونه شوید و به دوستان خود هم بفرستید و ما شروع میکنیم به برنامه نوبتی خود. موضوع برنامه امروز ما یکی از شهرهای خوب، زیبا و دیدنی و مشهوری فرانسه، شهر کلرمون فران می باشد. شهر کلرمون فران یک شهر در مرکز فرانسه است که در ماسیف مرکزی و منطقه آورن راند آلپ جایگیر شده است. این پایتخت تاریخی آورن و پایتخت دپارتمنتی پیو دی دام می باشد. شهر معاصر کلرمون فران از دو شهر قدیمی عصر 17 تشکیل شده است، یعنی کلرمون و مونفران. پیدایش شهر کلرمون فران به سال 1731 میلادی برابر می باشد. شهر کلرمون فران 22 شهر کلانترین در فرانسه به حساب می رود. اهالیش باشد به 274 و 280 هزار نفر برابر است. خود شهر و با اطرافش با 504 510 هزار نفر اهالی و نفوذ حساب کرده شده است. در شهر کلرمون فران دانشگاه های خیلی زیادی به حساب ساخته شدند و قریب زیاده 40 هزار دانشجو دارد و یکی از شهرهای دانشجویان فرانسه به حساب می رود. شهری که عنعنه صنعتی دارد. قرارگاه میشلین، یکی از دو بزرگترین استحصال کننده شینه یا چرخ در جهان، مخصوص در شهر کلرمون فران جایگیر شده است. اینچنین شهر کلرمون فران در صنعت داروسازی، کارکرد خوراکواری و اوییت خیلی رول مهم دارد در فرانسه و در استحصال صنعت جهان. دوستان عزیز، ناگفته نماند سفری ما با راه ماشینگر صورت گرفت و ما با ماشین به شهر کلرمون فران تشریف آوردیم و این هم راهی از طرف شهر ما به طرف شهر کلرمون فران. در غرب کلرمون فران پلاتای گرانیتی از نظر می‌گذرد که در آن زنجیر پیو و شکست لیمن، بزرگترین زنجیر ولکان‌ها در اروپا که در بین آنها مشهورترین پوی دی دام نوت دو جایگیر است که در بلندی 1465 متر جایگیر شده است. در شمال شهر کلرمون فران دشت حاصلخیز لیمن که آن را الیر آبازی کرده است، دشت دوم غله‌دانه در فرانسه که از پسمانده‌های ولکانی در طول 400 هزار سال بایست طول کشیده است. شهر کلرمون فران چهارراهه محورهای شاهراه شمال و جنوب، شهر پاریس بیزه و محورهای راه اتومبیلگرد شهر لیون و باردو می باشد. با راه ماشینگاه کلرمون فران در مسافه 420 کیلومتر از شهر پاریس، 370 کیلومتر از شهر باردو، 335 کیلومتر از شهر مونپلیه، 300 کیلومتر از شهر آرلیان، 190 کیلومتر از شهر بورژ، 175 کیلومتر از شهر لیماژ، 165 کیلومتر از شهر لیون و 140 کیلومتر از شهر سن اتین جایگیر شده است و 50 کیلومتر از شهر ویچی. شهر کلرمون فران اقلیم یا هوای سرد یا گرم دارد. تابستان خیلی گرم است، بیشتر از 20 درجه بالا، و زمستان باشد خیلی سرد و خشک است. نقلیات یا ترانسپورت شهر کلرمون خیلی خوب برای مانده شده است. شبکه نقلیاتی شهر کلرمون را از جانب شورای اپیست-2 و SMTC اداره کرده می شود. از 4 دکمبر سال 2021 و به مدت 2 سال نقلیات جمعیتی در اگلومراسیون در روزهای استراحتی از خدمت اول در روز شنبه تا آخر روز یکشنبه رایگان است. در شهر کلرمون فران شبکه‌های تراموای، اتوبوس،
نقلیت های بین شهری خیلی خوب برآورده شده است و حتی در شهر کلرمون میتوانید شما از ولسیپد یا دوچرخه استفاده برید. فرودگاه بین المللی کلرمون-فرران در شهر اولنت در شرق متروپول کلرمون جایگیر شده است. درازی خط پرواز باشد به 3015 متر برابر است و از جانب پلات سودا و صنعت کلرمون-فرران اداره کرده می شود. از فرودگاه بین المللی شهر کلرمون-فرران تقریبا در یک سال 2 میلیون مسافران به دولت‌های گوناگون سفر کردند. از آن جمله شما میتوانید از فرودگاه بین المللی به دولت‌های استریا، جزیره‌های بالیر، جزیره‌های کنار، کریت، کوبا، ساردینیا، مادیرا، خورواتیا، اسپانیا، شتلند، یونان، ایرلند، ایتالیا، مالتا و پرتغالیا پرواز داشته باشید. از فرودگاه بین المللی شهر کلرمون-فرران نه تنها به دولت‌های خارجی بلکه به شهرهای بزرگ فرانسه نیز پرواز کرده می‌توانید. از آن جمله به شهرهای لیل، نیتسا، استراسبورگ، برست، پاریس، تولوز و دیگر. و دوستان عزیز، چنانچه گفتیم سفر ما از طریق ماشین صورت گرفت و این شهرهای کلانی که به طرف شهر کلرمون-فرران می‌رود. و دوستان عزیز، خیلی هم هوا سرد بود و اولین برف ما در فرانسه محض در شهر کلرمون-فرران دیدیم. و دوستان بریم با هم یک جایه از نزدیک تماشا کنیم شهر کلرمون-فرران فرانسه را. سلام دوباره دوستان عزیز، ما هم هنوز قرار داریم در شهر کلرمون-فرران. چنانچه گفتیم ما امروز آمدیم به شهر کلرمون و این هم یکی از کوچه های شهر کلرمون می باشد که ما نصیب باشه باز میریم دیگه طرف های شهر. شما دوستان عزیز ما را همراه باشین و چیزهای جالب و بهترین دیدنی انشاءالله به هر شما کوشش میکنیم که بیشتر و بیشتر چیز عجایب و مثلا دیدنی با نوار بکشیم و به هر شما پیشکش کنیم. و دوستان عزیز ببینید این هم یکی از خیابان‌های شهر کلرمون که ما میریم ما طرف مرکز شهر. مغازه ها، بوتیک ها و کافه و نمیفهمم پلگما خیلی چیزا. چنانچه دوستان عزیز ما در شهر کلرمون قرار داریم و امروز در اینجا برف باریده بود بچه‌ها. ما شب رسیدیم، شب برف بارید اما برف کم، تیز آب شد. دیگه اینجا مغازه لاکاستا، دیگه تمامی مغازه های برند جهانی در این کوچه ها قرار دارن. این طرف هم بانک، این طرف هم ایستگاه بوس و تاکسی ها و میریم این طرف چی میگن این یکی از اترکسیون های شهری کلرمون-فرران. طرف ببینیدستان این هم یکی از میدان های مرکزی شهر خیلی زیبا و دیدنی. این طرف هم مردم تظاهرات دارن. این طرف هم دیگه کوچه های شهری کلرمون. خیلی شهری زیبا و دیدنی بوده است. درباره دوستان درباره تظاهرات و میتینگ ها گپ زنیم. دولت فرانسه که از دولت های که در دولت بسیارتر میتینگ تظاهرات برپا میگردد در جهان با خیالم اولین دولت است و اعتراضشان مردم میخزن خیلی بیان میکنن بدون یگان جنگ و جنجال گپ خبر میخزن در کوچه ها برابند میزنن، اعتراض میکنن، بانر میکشن و ناراضگی خود بیان میکنن در هر ساحه کی باشه و حکومت یارم چیزی نمیگه. در اینجا همه چیز قانونیه. خب بریم دیگه طرفا. دوستان عزیز این هم از دیگر سمت از دیگر طرفی کوچه و هم ببینید کوچه به حساب میدان مرکزی شهر کلرمون و در اونجا هم کدام کلیسای بوده است خسر اونجا هم است
و اینجا هم کدام هیکلی کدام چی هم هست، قهرمانی فرانسه. و اینجا هم نزدیکی ماهی سالی نو است، سالی 2023. این هم ارچه‌ای که در اینجا آرا داده شده است. و در شهر کلرمون هم دوستان عزیز ترانسپورتی چی هم بوده است، چی میگن به حساب تراموای با رنگ های جیگری. دوستان عزیز یکی از گالری های مشهور شهر کلرمون این گالری دی رود، خیلی گالری زیبا و برهواست و چندین مغازه ها در درونش جایگیر شده است. تا روزی یک شنبه را کار میکرد، از بعضی یک شنبه ها اصلا دوشنبه تا شنبه را کار میکرد. این هم دوستان عزیز تراموای شهری کلرمون. دوستان عزیز این هم دیگه کوچه ها و دیگه خیابان های شهری کلرمون و هم ساختمان های قدیمه و حاضره که و چیز زمانوی ساختن دوباره بازسازی کردن. این هم بوس های شهری کلرمون و ببینین با رنگ های جگری و این هم خیلی کامفورت و بر هوا و دیده خب این هم دیگه طرف های شهر. اینجا پارکینگ های پایان در فوتبال. این طرف هم دیگه ساختمان ها و ببینید دوستان عزیز پشتی یه هیکل دیگه کوچه که خیلی کوچه شهر کلرمون دوستان عزیز اینا گفتن امانا شهری کوهستانی بوده، یعنی در 4 طرف کوه در شهر قرار داره، در 4 طرفش کوه ها را احاطه کردن و این هم یکی از جای‌ها و جاهای سیر گشتی توریستا و جهانگردان. دوستان عزیز هنگام سرگشت ما یک چیز جالب دیدم. این ببینید فانتنای با حساب فانتن خیلی هم جالب بود دیدنی. اینجا برای آب خوردن های ببینید آبش یکی جا میدازه موبایل همین چیزا و اینجا رو ببینید خیلی ساختنش. این هم در یکی از جایهای مرکز شهری کلرمون فغان. شما ببینید این از دیگه طرفی میدان ما با نوار گفته هستیم. این طرف همون کلیسایی که یا که قصری که پیشتر در دیگه نوارها دیدیم. دوستان عزیز ما میریم این دیگه کوچه شهر. هوا خیلی سرد هم است دوستان عزیز. هنگامی با نوار گفتن دستام یخ کیسن دیگه مشکلی نیست. میریم دیگه طرف های شهر دیگه در این طرف کوچه مغازه ها و کافه ها و برا و مکدونالدز و چیزا جایگیر شدن و ما میریم اینجا به حساب کلیسای خیلی مشهور میگن کلیسای به حساب سیاه مشهوره و ما میخوایم بریم همون طرف ببینیم که کلیساش خیلی کلیساهای و دربارش ما چی معلومات پیدا کردن میتونیم که و بهره شما پیشکش کنیم. خب ما رو همراه باشید دوستان عزیز. چنانچه دوستان عزیز گفتیم ما میخوایم بریم طرفی کلیسای سیاه. شما دوستان یک دفعه را ببینین این همون کلیسایی که گفتیم بسیار مشهور از در شهر و میریم نصیب باشه طرف کلیسا و ببینیم چه چیزها ما بهره شما آماده کردم. ببینین خیلی جالب و زیبا هم است. اما تاریخی را دوستان عزیز ما در برنامه بعدی مفصل تر گپ بزنم چون حالی ما معلومات دربارش ندارم. درباره مثلا قصر چه نخوندم، فقط هم که انشالله بنوارش بگیریم دیگه با دربارش انشالله در برنامه بعدی حتما ما درباره معلومات بهره شما خواهیم داد. این هم ببینید دوستان خیلی زیبا هم است. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. دوستان عزیز ما امروز
و یکی از شهرهای زیبا دیدنی و خیلی جالب فرانسه شهر کلرمون فران اومدیم و ما فعلا الان در مرکز شهر و در پشتی که نوارهای ما ببینید در پشت سر ما یکی از قصرها یا کلیساهای مشهوری شهر کلرمون کلیسای با نام سیاه یاد بشود شما اگه فکر کنید چه زیبا و دیدنی هم هست انشاءالله در برنامه ها با ما باشید و ما میریم طرف خود کلیسا و از داخل و از بیرون کلیسا برای شما نوار میدیم و انشاءالله در برنامه های بعدی درباره این کلیسا یا این مثلا چیز قدیمه برای شما معلومات خواهیم داد و دوستان عزیز نامتن همون و شبکه ما سر بده در یوتیوب الان ما رو دستگیری کنیم و برنامه ما رو لایک کنین کامنت را بنویسید و با دوستان خود بفرستید تا برنامه های بعدی شما را به خدای پاک و مرام بسپارم. خدا نگهدار. خدا حافظ.